شما در 70 سالگی حسرت هم دارین الان؟ بله. حسرت چی؟ بزرگترین حسرتم اینه که چرا زودتر نفهمیدم که زندگی اینقدر سریع گذراست. یعنی در دوران نوجوانی و جوانی آدم به چیزی به اسم پیری قائل هست، منتها به نظر خیلی دور میاد. میگیم حالا خیلی وقت است، فرصت زیاده تا پیری، کود حالا تا پیری، ولی تا چشم به هم بزنی گذشته. و من قدر اون سالها رو ندونستم. این بزرگترین حسرتم. شعور کافی نداشتم برای تصمیم گیری در بزنگاه‌های مهم زندگیم. دور از جون شما بزرگیتون اینو میگه. خیلی حسرت دارم که چرا در یک جاهایی نزدم زیر میز و چپه کنم برم بیرون و موندم و تحمل کردم. این تحمل زیادی داشتم من، صبوری احمقانه داشتم. خیلی درسه ها. آدم احساس میکنه داره هی یاد میگیره هر لحظه. به خدا